بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام بر شما و بیننده های سرویس خبری شما. در مورد از که آیا بعد از بازگشت دونالد ترامپ از چین سرگیری جنگ امکان داره یا نداره، این مرتبط میشه به نتایج صحبت های دونالد ترامپ با شی جی پینگ در چین. چرا که موضوع ایران طوری که دونالد ترامپ آرزو داشت که قبل از سفر چین ایرا به اتمام برسانه و این موضوعی باشه که بالای میز گذاشته نشه تا اونا بتانن با موضوعات مهم ژئوپلیتیک و استراتژیک و اقتصادی بین‌المللی که در اونجا بسیار مهم هستن سر از اونا بحث کرده بتانن. اما ناچار این موضوع بالای میز گذاشته شده و هست و حتما اینا بالای زی صحبت میکنن و دوره که دونالد ترامپ قبل از سفر خودی را گفت که در مورد ایران با چین به یک تفاهم میرسه و یک نتیجه را میگیره. وقتی که اینا این صحبت هم میکنن که با چین ما به یک تفاهم میرسیم، مطلب ایشی است که ممکن موضوع تایوان در بین پرته و با چینایا بگه که ما در اینجا بر تو مشکلات خلق نمیکنم، تو پای از ایران بکش و این موضوع را برای ما بگذار. چیزی که به نظر ما یعنی با معنای یک انتحار سیاسی برای چین خواهد بود که فکر نکنم چین به این چیز تن بته و با معامله را با امریکایی ها کنه، چرا که معامله بالای ایران دادن موقع و جای پای برای امریکا در منطقه است و این بسیار نقطه اساسی است. با شما معلوم است تمام کشورهای عربی، آسیای میانه، شرق دور، آسیای جنوبی کلگی محور از این نقطه است. بنان از دست دادن ایران، از دست دادن تمام منطقه و سیاست در مقابل چین است. من فکر نکنم که چین معامله را بالای ایران انجام بده. او معامله به معنای انتحار و مرگ به خودش است. اگر دونالد ترامپ از اینجا کدام نتیجه نگیره و ناامید برگرده، حتما دوباره کوشش میکنه که یک عملیات بالای ایران انجام بده. اما آیا شرایط به نفع امریکا است تا این جنگ انجام بده؟ شما که شرایط و قرائن میبینیم به طوری که از تمام تحلیلگرای غربی که ما در چندین برنامه ها با شما شریک هم ساختیم، اینا طوری میگن که این برای امریکا ممکن نیست، چرا که ذخایر امریکا تقلیل کرده، توان اقتصادیش درست نیست، اجازه جنگ از کانگرس نگرفته، جنگ دیگر که آغاز میکنه و اجازه نداشته باشه، بودجه برش اجرا نمیشه. در این صورت برای امریکا مشکلات بسیار زیاد وجود داره. امریکا داره تلاش داره که ایران بترسانه، به ذریعه کشورهای دیگه ایران زیر فشار بگیره، مجبورش کنه که بالای میز مذاکره بیایه تا بالای میز مذاکره امریکا امتیازات برای ایران به دست بیاره و چیزی را که در میدان نبرد از دست داده او را بالای میز مذاکره به دست بیاره. این یک کوشش از اینا است. از این بابت این امکان داره که این بعد از بازگشت یک کوشش کنه، اما این کوشش آسان نخواهد بود، مشکل است و طوری که تمام تحلیلگرایی را میبینن که امریکا در او پوزیشن نیست که دوباره حمله کنه. گرچه که قرار صحبتای پروفسور مورنده اونا میگن که ایران این جنگ طویل میسازه تا امریکا به ایران حمله کنه و در این جنگ امریکا به طوری شکست بخوره که در صورت ناکامی در منطقه دیگه نمانه، یعنی منطقه را تخلیه کنه و طرف امریکا بره و وقتی که امریکا میره اسرائیل خود به خود ناتوان میشه و این منطقه آزادی خود به دست خود میاره. یک خواب از این است. اما در این حال ما میبینیم که منورهای سیاسی دیگه هم در منطقه وجود داره، مثل که انتونی بلینکن گفت که دونالد ترامپ در تلاش ازی است که چطور میتونه یک رای بیرون رفت برای خود پیدا کنه که او رای بیرون رفت دیپلماتیک باشه و خود از این منجلاب بکشه، چرا بد رقم گیر مانده. و همچنان وزیر دفاع پاکستان خواجه آصف گفت که اینا دارن بالای دو پارتنر دیگه مثل قطر و ترکیه کار میکنن تا در پکت نظامی پاکستان و عربستان سعودی شامل شوند و ما ایره در سناریوی میبینم که ممکن یک بازی جدید امریکا باشه، یک پکت نظامی را جور میکنن، اعلام میان که ما کنترل تنگه هرمز به دست میگیریم و ایران به این متقاعد میسازه که ما دوست تو هستیم، امریکا را از اینجا دور میکنیم، کنترل ما در دست میگیریم، اعتماد ایران هم به دست میارن. در او صورت پس دوباره اینا چون غلام امریکا هستن با امریکا سازش میکنن و با امریکا میگن که اینه تنگه هرمز ما از کنترل ایران گرفتیم، در دست ماست و ترکیه، قطر، عربستان سعودی، پاکستان اچارش به شما معلوم است
که اینا پاپیگکای امریکا هستن، پاپت هستن و با امریکا کار میکنن. به این رقم من فکر میکنم که همین گپی را که انتونی بلینکن گفته که یک مانور دیپلماتیک امریکا ضرورت داره، ممکن همین مانور باشه که اینا برش اشاره کردن و به این رقم امریکا یک بازی را در منطقه چیز کنه تا هم از جنگ به دور بانه، مصرف نشه و اسلحه خودم از دست نته و چیزی را که تقاضا داره او را هم به دست بیاره و هم او برازی اهدافش برش آسانتر بسازه. بنان بازی های سیاسی، دیپلماتیک و نظامی ادامه داره. نظامی ها دارن آمادگی های خود میگیرن تا حد توان و سیاسیون کار خود میکنن.